عدم پرداخت سهم ارث خواهر تخلف قانونیه و نقض صریح حقوق موروثیه. طبق مقررات هر وراث حق داره سهم خود رو به طور کامل دریافت کنه و جلوگیری از پرداخت این حق قابل پیگیری از مراجع قضاییه. رعایت عدالت در تقسیم ارث نه تنها یک وظیفه قانونیه، بلکه نشانه احترام به حقوق خانواده است. برادرایی که حق خواهراتون رو نمیدید، میدونید موقعی که اون زمینی که حق خواهر شماست رو بهش نمیدید، نگهش داشتید برای خودتون، دارین توی اون کار کشت انجام میدید یا هر ساخت و سازی که دارید انجام میدید اون زمین برکت برای شما نداره، میدونید تو همین دنیا تاوانشو میدید. اگر اون خواهر بخواد بره شکایت بکنه، از روزی که پدر مادر شما فوت کرده تا روزی که امروز از شما شکایت کرده، به قیمت روز میتونه از شما خسارت بگیره. اینو میدونید؟ خواهرها دارن کوتاه میان، خواهرها دارن به قول افتادنی در حق شما خواهری میکنن. شما چرا برادری نمیکنید؟ چرا میخواین همه چیز مال شما باشه؟ چرا انقدر خودتون رو بزرگ میبینید؟ در حق خواهراتون کوتاهی نکنید، حقشون رو بهش بدید تا اون زمین برکتش برای شما 10 برابر.